خوانندگان عزیز، امروز ما همراه شما در ساعت نوبتی خود عاید بزرگداشت وطن و وطنداری حرف میزنیم. به همه شما معلوم است که وطن پهناور زیبای ما تاجیکستان نام دارد. تاجیکستان یکی از کشورهای بسیار زیبا و سرسبز و شکوفای جهان محسوب می‌شود. امسال خلق شرفمند جمهوری تاجیکستان با مهنت ثباتکارانه، خوانندگان باشند با دانش خوب و اعلایشان، این جشن بسیار بزرگ را و مقدس را، یعنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را تجلیل می‌نماید و می‌سزد که ما عاید بزرگداشت این وطن، مهر و محبت وطن داریم و زیبایی‌های طبیعت ناتکرار تاجیکستان از آثار نابغگان خود، از آثار شاعران بسیار برجسته خود شعرهای زیادی را از بر نماییم. خیلی مرحمت تا در آینده وقتی مانید و شما موفقیت بیشتر رو به کتاب بیارید، رو به معنی کنید. سلامت باشید.
در این اتاق ما قرار داریم. اینجا کتاب‌های سال‌های زیاد جمع آورده شادرا و پدر من استاد عیدین قدرت‌الله و برادر عزیزم حکیم مسلا جان هستند که آنها با مهر و محبت زیاد همین کتابخانه را بنیان نمودند و برای اعمار این کتابخانه برادر عزیزی من از شهر باختر که بهرام جان بختیار جان سهم خویش را گذاشتند و من افتخار از آن میکنم که امروز تعداد کتابخانه من زیاده از 3200 نسخه ادبیات‌های گوناگون اینجا محفوظ است و خوشبختانه همه کتاب‌هایی که اینجا هستند اصلا کتاب‌های بدی علمی ادبی از آثار نظمی شاعرانی هم کلاسیک و هم معاصر تاجیک اینجا ما بهره برداری نموده و اینچنین در اینجا زیاده از 2000 روزنامه‌های دوری محفوظ هستند. من عمر خود را به کتاب تصور کرده نمیتوانم چون که من زیاده از 25 سال است که همچون آموزگار در مؤسسه تعلیمی رقم 16 کار فعالیت می نمایم و افتخار از آن میکنم که محض همین مهر و محبت کتاب بود، همین مهر و صمیمیت کتاب بود که امروز من از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سال 2013 و نشان سری زینگی اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان قدرشناسی گشتم و من همه این قدرشناسی ها را و همان مهر و محبت صمیمیتی که از کتاب دریافتم بسیار با آن رغم ندیم که امروز جوانان ما بیشتر رو به کتاب بیارن، رو به معنویات بیارن، رو به روزنامه های دوری بیارن، چون که وقتی رسیده است که یگان منبع اطلاعاتی دیگری من گمان میکنم که البته امروز تکنولوژی معاصر و بسیار نوگانی های جدید تکنولوژی البته رشد و انکشاف یافته، ولی من شخصا هم خیلی می‌حسابم که آن کیفیت آن لذتی که مطالعه نمودن کتاب کس یک روح الهامی تازه میبخشد جای یگان گونه واسطه های تکنیکی و دیگر را نمیگیرد. محض همین مهر و صمیمیت و کتاب و کتابخانه است که امروز مردم تاجیک از ازل به کتاب ارج میگذاشتند. امروز ببینید که با تشبث و دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان در آستانه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به هر یک خاندان تاجیک تقدیم نمودن شاه اثر تاجیکان بابا جان غفوروف این یک خود از آن شهادت میدهد که مردم ما بیشتر رو به تاریخ گذشته خلق خیش بیارن، رو به گذشته پر افتخار خیش بیارن تا اینکه همین اصالت بزرگی که امروز استقلالیت نامیده ما را و با مهر و محبت با یک صمیمیت آن را پروریده سالها و عصرهای عصر باید که باقی بماند. با دستگیری همین دوستان عزیز من همین کتابخانه را اولها بنیاد نمودند و عین حال کارهای ترمیمی و کارهای رنگ‌وبار و سر و تیز چسبانی آنها با انجام رسیده و آن را من کوشش میکنم که با یاری برادران عزیزم آن نفرانی که برای دستگیری نمودن انشاءالله تا با آخر این را برسانیم و امید به آن میبندم که شاید که یگانه آرزوی من همین است که در جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان من همچون کتابخانه عمومی دهه دفترخانه همه این کتاب ها همه این خزینه خیش را به خوانندگان دهه خیش و طالب علمان مکتب خیش پیشکش نمایم. این کس برادر عزیز من حکیم مسلا جان عیدین بودن که در تاریخ 10 دکتر سال 2020 از دنیا چشم شدند. استاد اولگی 60 سال عمر دیده، 60 سال عمر پربرکت خیش را محض به تعلیم و تربیه نسل نورز بخشیده بودند. وابسته از اونی که اون کس هم معیوب گروه یکم مادرزا بودند ولی همچون آموزگار اصیل کوشش می نمودند که هر یک درسش را با واسطه عیانیت ها با واسطه بسیار تکنولوژی معاصر گذرانند و یک خصوصیت دیگر که
نعمت‌الله دیگر در آن بود که زیاده از 70 مقاله‌های علمی قومی نوشتند و در روزنامه‌های گوناگون آنها نشر شدند و خوشبختانه امروز ما بتوانیم که از مقاله‌های علمی استاد در هر یک درس خویش استفاده بریم و اون مهر و صمیمیتی که استاد داشتند با معیوبان بسیار زیادتر بود و زیاده از 10 سال فعالیت خویش را همچون رهبر تشکیلات جمعیتی مشرق معیوبان در جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر کلاه فعالیت می‌نمودند. من سال 1973 در دهه کفترخانه به دنیا آمدم. وقتی که من در صف هفتم می‌خواندم با سبب بسیار درد پایهایم دیگر به تعلیمگاه رفتن نتوانستم و خوشبختانه پدرم که در آن سالها آموزگار بودند و نگذاشتند که من در گوشه فراموشی همچون یک نفر کودک معیوبی مانم و با تشبث و دستگیری آن کس من 4 سال دیگر را یعنی که تا ختم مکتب تحصیلات میانه عمومی به طریق ایندیویدوالی در خانه استادان آمده به من هر روز سبق می‌آموختند و خوشبختانه برایم امکان دست داد که سال 1996 به دانشگاه دولتی شهر کلاب داخل شوم و سال 2001 با تخصص فیلولوگ زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه مذکور را ختم نمایم و همزمان برایم بسیار یک فکت جالبم که اگر بگویم خطا نمیکنم است که برابر به دانشگاه داخل شدن مرا همچون آموزگار به همین مؤسسه پذیرفتند و سال 1996 تا این جانب زیاده از 25 سال است که به فعالیت آموزگاری شوق و رغبت زیاد خویش را همچون ادامه دهنده کسب پدر و برادر عزیزم نعمت‌الله جان ادامه داده هستم. استاد شعرهای شما منتظم در نشریه‌های دوره بچه‌ها میرسن. کتاب‌های شما هم ما خواندیم. در آینده چی نیت دارید؟ البته شوق و ذوقی به اندازه شعر و شاعری برایم زیاده از 28 سال است که من به قلم سر کار دارم و گمان میکنم که اولین نوشته های شاگردانه خود را وقتی که با استادان عبدالقادر رحیم، استاد خیراندیش و دیگر استادان بزرگی که من با آنها رابطه خوب داشتم وقتی که با آنها آشنایی پیدا نمودند و آنها با یک کف دعای همین استادان توانستم که در جاده بسیار مشکلی شعر و شاعری گام‌های شاگردانه خویش را گذارم و خوشبختانه تا به امروز 3 مجموعه اشعار من با نام‌های پزمان، پرستوی خیال و مهرنامه و 2 کتاب دست جمعی دیگر از خوتلان آمدیه و فیض استقلال از دست چاپ برآمد و برایم بسیار بسیار باعث افتخار است که امروز در روزنامه‌های گوناگون دوری مخصوصاً روزنامه ناحیوی ما گلخن واسه، روزنامه بخش معارف ناحیه واسه، نوید آموزگار، من بسیار افتخار میکنم که امروز مقاله های من، شعرهای من در آنجا پیوسته با دستگیری استادان سبحان رجب، استاد دایرو و دیگر نفرانی که در آنجا کار و فعالیت می نمایند پیوسته چاپ می شود. من دیدم که در خانه شما زیاده از 3000 نسخه کتاب است. در آینده همین کتاب‌ها را شما چیکار کردنید؟ براستی طوری که من در بالا گفتم به دست آوردن این قدر کتاب البته سالهای طولانی رو در بر گرفته. خوشبختانه امروز تعداد کتاب‌های کتابخانه شخصی من زیاده از 3200 نسخه را تشکیل می‌دهد. من فقط یک آرزو دارم که همون آرزوی چندین ساله هم پدرم بود هم برادرم بود، همون کتابخانه کوچکی که شما دیدید که لایبرری کتاب است و کتاب‌ها روزنامه‌های زیادی را در بر گرفته است. من با تشبث پدرم
ما هم اون کتاب ها رو جمع آوردیم و آن کس فقط یک آرزو داشتن که بگذار همه کتاب ها کتابخانه خود را پیدا کنند. خوشبختانه در ناحیه واسه اینا کتابخانه مرحوم شاعر شادروان شریف خانی میسیزاد حالا در دهه اصلا بکرد است. هم خیلی بیشتر شاعران هر کدامشون کتابخانه دارن. میشه که کتابخانه شما محض به جوانان امروزه خدمت کند. بله، من آرزوی یگانه بنده همین است که میخواهم همان کتابخانه که امروز اعمار کرده شدم طوری که در بالا گفتم با یاری دوستان با یاری عزیزان دل و دیده میخواهم که همین کتابخانه رو هرچی تو زودتر میخواهم همچو یک نفر معیوب همچو یک نفر ایجادکار معیوب بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همین کتابخانه رو کتابخانه عمومی دهه کفترخانه رو پیشکش کنم و امروز دوستان زیاد به من زنگ میزنن، دوستان نفران زیاد به من زنگ میزنن، آنها اظهار نگرانی از او میکنن، اظهار امیدواری از او میکنن که معلم اگر کتابخانه شما که به فعالیت شروع نمود ما آماده هستیم که در خریداری کتاب‌های نو با شما کمک نماییم. از جمله یکی از برادرانم زندان پزشک از شهر باختر بهرام جان که برادر من هستند عین حال زیاده از 500 کتاب رو خریداری نمودن و آماده هستند که این کتاب رو به من تحفه نماییم. مبلغی که حاج شما کتابخانه ساختین از کدام بودجه شما گرفته؟ البته در بنیاد تهکرسی و دیوار آن و شیفت آن البته سهم دوستان زیاد سهمشان را گذاشتن، ولی من گمان میکنم که اگر برادر عزیز من امروز نعمت الله جان ایندین در بر من میبودن ما علاقه این کتابخانه را به استفاده میدادیم. من با باوری کامل گفتم میتونستم که چون که ما با برادرم همین خیلی مصلحت کرده بودیم که ما یک معاش یک نفقه یک نفرمون رو در روزگار صرفه می نمودیم و نفقه و معاش رو دیگری رو فقط در خریداری در و تیریزه و آرایش کتابخانه صرف میکردیم که های متاسفانه البته امروز برادر من 5 ماه است که در بر من نیست، ولی من امید میبندم، من همین کوشش میکنم تمامی همو کوشش غیرتم رو با او میبخشم که همین کتابخانه رو وقتی که من بنیاد کردم روحی برادر من شاد شود، چون که اون کس هم بسیار به کتاب ارج میگذاشتن، به کتاب احترام داشتن، به کتاب و کتابخوان بسیار مناسبتی نیک داشتن. استاد شما کدام سال اویله برپا کردید؟ براستی اویله بنیاد کنی من هم سببش یک شاعری است که با نام استاد الهام شیرین هستن که در کهندیار خوالینگ و مربسر میبرن. براستی این برادر در یک معرکه همچون راوی بعضم شرکت می‌ورزن که همین یک دخترک را میبینن و از همونجا توی را میپرتین و برای شادی نگرفتن به نزد من میآیند و وقتی که اون کس آمدن علاقه قریب گویم که شام شده است بیگ آش شده است، ولی اون کس به ایستادگری من نگاه نکرده. پدر و مادرم با من یک کف دعا دادن و ما با استاد الهام شیرین و خواستگاری رفتیم. وقتی که ما رفتیم علاقه ساعت 11 شب بود، با آن دهه که وارد شدیم علاقه ساعت 11 شب بود و خوشبختانه الهام شیرین توانستن که در همون بنیاد اویله ما سهم خود را گذارن. وقتی که من هیچ لب خاطرم فراموش نمیشود که وقتی که من همین دعوتنامه توی خود را به شاعر روزنامه‌نگاری ورزیده سهرابشاه فرخشاه استاد دادم، سهرابشاه فرخشاه همین دعوتنامه را گرفتن از چشمش اش ریختن تا که من در زنگیری خودم همین قدر خرسان نشیدم. بعد خوشبختانه این با دستگیری استاد عربی دوستمراد همه شاعران منطقه کلاب در همون خرسندی ما شرکت ورزیدن و گمان میکنم که همه آنها همون زیاده از 20 نفر استاد شرکت داشتن، همه آنها با سخنهای تبریکی برآمد نمودند. وقتی که البته در باب البته ما میدونیم که مهر عروس یعنی که ما را قلنگ میگیم، وقتی که همین توی را وقتی پزاندیم سخنها امگچی ها را الهام شیرین مرا گفت که اکنون از پای توی شو من به نزد دوستم رئیس اون وقت رئیس خواجگی خواجه سرتیب دان قربان علی حکمت الله اومدم که عین حال رابری
اداره راهسازی ناحیه واسه رو با عهده دارن. و گفتم که برادر همه خیلی رئیس جان همه خیلی گفت که همه قلینش هم در گردنی ما و اتوبوس هم در گردنی ما، ماشیناش هم در گردنی ما. خوشبختانه با تشبث و دستگیری همین برادر. استاد هر یک لحظه خاطرمون در شب توی به عمل می آید و همین لحظه خاطرمون شما در شب تویتون چی بود؟ براستی وقتی که من از دهه چنار ناحیه خاولین با همراهی یار و دوستان البته رفته عروس را آوردیم، من آمدم که همون نفری را که من وابست کرده بودم که باید رفته نواربردار از شهر کلا می آورد، اون کس دو مراتبه به کلا برود، نه اون نواربردار را نمی آورد. در اون دورت البته تلفن موبایلی کمچین بود، تکنیک کمچین بود. بعد خودم در یک ماشین دوست مهمانش نشسته رفتم که خب در و پاگه همون جایی که باید من به من کامera برای وعده کرده بودن خب کشاده است و پاسبان است و رهبر همون است. و رهبر وقتی من را دیدن بسیار خرسندانه گفتن که معلم من امروز علاشی فرهنگ جمهوری تاجیکستان شدم، عنوان بلند گرفتم، بیا خانه ما می رویم. پدر و مادر من مرا انتظار هستند و در خانه پای انداز قالین می پرتایند. قالین هم است و من امشب مهمان من می شویم. گفتم ای برادر من برای همان نواربردار آمدم، در اون دهه مهمانی زیاده مرا مطربان انتظارند که کی بعد می سطراشان آغاز کنند. شهر در اینجا من رفته آن کس بسیار ذوق دادن و بسیار بالیده رو و مرا با آغوش کشیدن و فوراً سپارش دادن که نواربردار را یافته آوردن و آن نواربردار آمده. البته بعض خانه آباده ما را رایگان به نوار گرفتن و همان فیتاش را توفه کردن که من این همین لحظه خاطرمون از یاد من هیچگاه فراموش نمیشه. و با اجازه شما بخواهم یک غزل خود را قرائت نمایم. عشقی تو مرا باز به گرداب بلا برد، ره توشه ایمانی مرا بادی فنا برد. در عمق دلم نیست دیگر گوهری نایاب، از سینه من روشنی نور و ضیا برد. بیدار چرا این دل شوریده نباشد، اوراق پریشانی مرا یار کجا برد. از اهل قلم یاد نکردن چه خطایی، نادانی یک زمره کسان راهی خطا بود. ما پیش روانیم ولی قسمت نامرد، از کوچه مردان اصیل سوی گدا برد. عالم همه در دفتر اندیشه نغنجد، دوران سخن خامت را باد کجا بود. البته ما آگاه هستیم که هر یک شخص در زندگی تلاش می‌ورزد که به کوی مراد برسد و بهر آن وابسته از اونه که او در وطن است، دور از وطن است، همیشه کوشش میکند که آن مهر خود را، صمیمیت خود را، محبت و درد خود را ابراز دارد. و من نیز همچون یک نفر هموطن میگویم میکشم رنج و عذاب که بیابم نان خود، بشنوم هر لحظه من ناله های جان خود. خویشتن را میزنم در رسته و بازار عشق، سرگرانی روی عالم از پی ارمان خود. در میزان عقل خود من میکشم باری سخن، می نویسم از سر شوق مصرعی دیوان خود. سوختن را پیشه خود ساختم در زندگی، می کنم شکرانه لطف حق و یاران خود. در گلستان محبت هرگه پا ماندم، و دریغا که نیابم بلبل خوشخوان خود. می روم پیش طبیب که ندارد خوش مرا، بو علی از کجا یابم پی درمان خود. ساغر و پیمانم گشته تهی چون جام عشق، رو سیاه و شرمسارم نزدیکی یاران خود. شاعری و شعر والا گر نصیبم نیست مرگ می خواهم همیشه من به این دوران خود. استاد خود ما میریم همون کتابخونه که نوه که شما ترکم و چی کمبودی دارد ما یک از نظر میدیم.
این حال من در کتابخانه تا سیسی خیش قرار دارم بیام مطالعه میکنم و این کتابخانه علاقه بسیار کارهای ساختمانیش به تمام رسیده و من تشکر بگو به همه نفرهایی که منو دستگیری نمودم و شخصیت‌های فرهنگی بسیار سپاس میکنم. فقط حالا همین اگر رنگ و بار مونده، کمی رنگ و بار داخلی مونده و همگی 35 کوادرات همین شیفتش مونده، شیفت چکردن موندن تو فقط همون رفهای کتاب و دیگر آرایش درونی و آویزه ها و آنها همه آنها علاقه تیورن در اونجا باید شویر و رسم و شویر و نیسند و حکیمونی او علاقه آنها تیورستن. اونا رو من همون وقتی که باید توره بودیم حتما خودم میتونم ترک شده شویشوه میشه اکنون همون از چی بیه من امید نبندم که پیش از همه من باوری و اطمینان کامل دارم که همین مقامات اجرایی حکومت دولتی نوعی وسیع و بخش فرهنگ و معنویات بسیار دقت جدی میدیم و گمان میکنم که همین علاقه این کتابخانه زیاده از 80% کارهای ساختمانیش به انجام رسیده و امید می‌بندم که من و خوشبین هستم که روز فرا میرسد که ما در اینجا کتابخانه‌های خویش را با گرفتن کتاب‌های تازه نشر ببینیم.